میخوایم با همدیگه شیرینی نوستالژی درست بکنیم. شیرینی نانپنجره‌ای که با اضافه کردن چند قطره رنگ خوراکی میتونیم اون رو مناسبتیش بکنیم تا توی سفره شب یلداتون حسابی بدرخشه. سلام به روی ماهتون. احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوش و سلامت باشید. خیلی خوش اومدید. بریم با هم دیگه مراحل تهیه این شیرینی ترد و خوشمزه رو ببینیم. توی یک کاسه 2/3 پیمانه شیر میریزم، 3 قاشق غذاخوری گلاب و 1/2 پیمانه نشاسته گل اضافه میکنم. خوب هم میزنم تا نشاسته گلم کاملا داخل شیر حل بشه. نشاسته کاملا حل شد، 3 دونه تخم مرغ رو داخلش میشکنم و با همزن مجدد هم میزنم تا کاملا یک دست بشه. حالا باید 1/4 پیمانه آرد برنج و 1 پیمونه آرد قنادی که الک کردم 1 مرتبه اون رو اضافه کنم و مجدد هم بزنم تا مایه شیرینیم کاملا یک دست شد. آخر سر هم 1/4 قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه هم زدم از صافی رد میکنم تا مایه شیرینی پنجره‌ایم کاملا یک دست بشه. میخوام شیرینی نون پنجره‌ایم رو تو 2 رنگ درست بکنم. مایه شیرینی رو نصف میکنم، به نصفش رنگ خوراکی سبز و به نصف دیگرش هم رنگ خوراکی قرمز اضافه میکنم. تو این فاصله هم داخل یه قابلمه کوچیک روغن ریختم تا جایی که روی قالب شیرینیم رو بپوشونه. بعد هم قالب شیرینی نون پنجره‌ای رو داخل روغن داغ میذارم تا قالبم هم کاملا داغ بشه. دقت کنید اگر قالبتون سرد باشه مایه شیرینی بهش نمیچسبه. بعد هم مایه شیرینی رو یه همین میزنم، قالبی که کاملا داغ شده رو داخلش قرار میدم. به این صورت بعد توی روغن داغ میذارم. حتما دقت بکنید که وقتی قالبتون رو توی مایه میزنید از مایه روی قالب قرار نگیره. اینطوری باعث میشه زمانی که شیرینیتون پخته میشه سرخ میشه نتونه از قالب جدا شه. همونطوری که دیدید وقتی کاملا سرخ میشه خودش به راحتی از قالب جدا میشه. اگر جدا نشد احیانا با یه سیخ چوبی گوشه شیرینی رو یه فشار کوچیکی بدید از قالب به راحتی جدا میشه. یه چند ثانیه یه طرفش که سرخ شد شیرینیم پف کرد برمیگردونم طرف دیگه هم چند ثانیه توی روغن باشه. بعد از توی روغن در میارم و روی دستمال‌های مخصوص آشپزخونه قرار میدم تا روغن اضافیش گرفته شه. بهتر هستش که شیرینی پنجره‌ای رو تعداد زیاد داخل روغن قرار ندید. این کار باعث میشه که روغنتون سرد بشه و شیرینیتون به خوبی پف نکنه. خب یه دونه درست کردن رنگ قرمزش رو هم با هم دیگه ببینیم. روشش به همون صورته، فقط با رعایت همین چند تا نکته‌ای که خدمتتون گفتم در نهایت شیرینی پنجره‌ای ترد و خوشمزه خواهید داشت. همراه عزیزم اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفاً در پایان لایک ویدیو رو بزنید و اگر عضو کانال نیستید بنده رو خوشحال کنید دکمه سابسکرایب رو بزنید و عضو از این کانال بشید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. ممنون. خب اجازه میدم شیرینیم کاملا خنک بشه و حالا وقت پاشیدن پودر قند روی اونهاست. خب اینم از این شیرینی خوشگل و خوشمزه که برای شب یلدامون آماده کردیم. امیدوارم شما هم به این روش شیرینیتون رو درست بکنید. مطمئنم از خوردنش کنار عزیزانتون حسابی لذت میبرید. مثل همیشه خیلی ممنونم، قدردان وجودتون هستم به خاطر اینکه تا آخر ویدیو با من همراه بودید و همینطور من رو همیشه حمایت کردید. اگر نظری انتقادی پیشنهادی داشتید حتما توی کامنت برام بنویسید، با جون و دل میخونم جواب میدم. خیلی مراقب خودتون باشید. تا ویدیوی بعدی خدا یار و نگهدارتون.